بیشترین سود در واقع از همین استفاده از خلاهای بازار. این کار تو جالب بگم که این کار رو در واقع خارج از ایران انجام میدن. یعنی یه سری آدم وجود داره که اتفاقا جز آدمای سرمایه‌دار دنیا و جز کسایی که بحث نفت مثلا خیلی تاثیرگذارن. اینا از در واقع خلای بازار، از خلای نیاز توی بازار استفاده میکنن و همین شکلی بین کشورها بیزینس میکنن و خب درآمد خیلی بزرگی هم داره. این مدل بیزینسی که سالها به صورت سنتی داشتن چیکار میکنن. مدل دیگه هم وجود داره، مثلا اینکه شما یه محصول رو بفروشید بعد خدمات پس از فروش بدید، رو خدمات پس از فروش سود بگیرید. اما یکی دو تا مدل هست که بعد از اینکه بحث اینترنت و حقوق اینترنتی شکل گرفت خیلی مطرح شده و تو چند سال اخیر هم در واقع خیلی روش کار شده و معرف داده شده. احتمالاً یکیشو شما همه باش آشنا هستید، مدل در واقع تجارت آزاد یا اوپن بیزینس بهش میگن. اینکه شما یه محصولی رو به صورت رایگان در اختیار همه میذارید، همه ما آشنا هستیم، تمام پلتفرم‌های اوپن سورس همین مدل رو دارن استفاده میکنن. مثلا رد هت سیستم عامل رو رایگان در اختیار میذاره، اما اگر که شما ساپورت بخواید اونجا ازتون پول میگیره. و یه ارزش افزوده روی برای مشتریای خاصی ایجاد میکنه و از اون درآمد کسب میکنه. این مدل